والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما برادرانی که در بهترین مکان، در بهترین پارچه زمین نشسته هستین و این روزی بندگی خدا و این روزی که سردار هفته هست شما را تبریک و تهنیت میگویم و خدا کند که این عبادت هایی که در این روز خیلی فضل دارند، خیلی درجات بلندی دارند، خداوند اینها را به درگاه خود قبول بسازد و خدای مهربان محبت خودش را و محبت پیغمبرهایش را و محبت ملائکه هایش را و محبت تمام مخلوقاتی که خلق کرده است خدایا در دل ما جایگیر بگرداند و خدایا از مالهامان دیده، از فرزندهامان دیده محبت خودت را بر ما نزدیکتر بساز و خدایا از غضب خودت ما را دور بساز و جمله عبادت ها و جمله بندگی هایی که در راه تو میکنیم اگرچه ناقصند، اگرچه عاجزند، پروردگار را به درگاهت مقبول بگردانی و پروردگار روز به روز امت اسلام را در روی دنیا عددشان زیاد بگردان. خدایا این دین اسلام بالای همه دینهای باطلت خدای مهربان ظفر بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین موضوع ما و شما درباره جنگ احد بود که خیلی جنگ که شکست مسلمان ها در این جنگ شده گذشته بود و باز وعده کردیم که کمی از قصه های این جنگ که ناگفته مانده بود به سمع شما میرسانیم و بعدا انشاءالله این سوال هایی که در نزد ما منتظر جواب هستند جواب اینها را به سمع شما میرسانیم. در این بحر جز مرد داعی نرفت، در این بحر جز مرد داعی نرفت، گمان شو که دنبال راعی نرفت. کسانی که از این راه برگشته اند برفتند و بسیار سرگشته اند. خلاف پیامبر کسی راه گزید، خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگیز به مقصد نخواهد رسید. مپندار سعدی که راهی صفا توان یافت جز بر پی مصطفی. حمد و درود بی پایان در حق رسول اکرم، اولاد رسول اکرم، هم صحبت های رسول اکرم، تمام موی سفید و جوان و زنهایی که در راه خدا در جهادها به هلاکت رسیدند درود و رحمت بی پایان خداوند بر روح ایشان باد. هزارها بار شکر، هزارها بار شکر که ما و شما امت عیسی نشدیم، امت موسی نشدیم، امت ذات شدیم که خداوند وصف او را در چندین جاهای قرآن برای ما و شما بیان میکند و خدا رحمت و مغفرت کند. سعدی را حضرت گفتند کسانی که از این راه برگشته اند برفتند و بسیار سرگشته اند.
خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. انشاءالله کسی که راه خلاف پیامبر راهش میگیرد هیچگاه به منزل و به مقصد خود نمیرسد، هیچگاه. البته او سرنگون میشود، البته او به هلاکت میرسد. اگر چی زنده هم که باشد در قطار مرده ها هست و نه مدنیت دارد، نه فرهنگ دارد، نه عقل دارد، نه عزت دنیا و نه آخرت دارد. خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به مقصد نخواهد رسید. مپندار سعدی که راهی صفا توانی یافت جز بر پی مصطفی. ای سعدی، حضرت خودش ملامت میکند که هیچگاه اگر تو راهی راست و راهی صفا و راهی نجات برای تو لازم باشد، فقط و فقط در قدم پیغمبر خدا قدم بنه، قدم تا در قدم پیغمبر خدا بگذار. انشاءالله راهی صفا را چکار میکنی؟ تو البته میابی. و عزتی و جلالی لو سنکوا الی کل طریق و استفتحت کل باب ما فتحت لهم الا یأتوا خلفه. حدیث قدسی است. خداوند چی میگوید؟ با عظمتی و بزرگی هم قسم به عظمتی و بزرگی هم که اگر تمام بندگان من همه راه ها را استفاده کنند تا که بر من واصل شوند، تا که بر من نزدیک شوند، تمام راه ها برای این بندگان بسته شد ای محمد، تا اگر از قفای تو نیایند، تا اگر از قفای تو پیروی تو نشوند، تمام راه های رحمت برای این بندگان بسته شده است. امروز ما و شما هم الحمدلله که دعوای امتی میکنیم. ما و شما را اگر پرسند بنده ای که هستی، بنده خدا هستیم. امتی که هستی؟ امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. وقتی اگر پرسند از ما و شما که آیا بر محمد چی امتی داری، آیا تو میگوی من پیروی محمد هستم، در اصل پیروی محمد هستی یا نه؟ ما و شما باید که امروز کردارهای خودمان با کردارهای رسول اکرم چکار کنیم؟ مقایسه کنیم که آیا همین پیروی ما و شما، همین رفتار ما و شما، آیا با گفتار و آداب رسول اکرم برابر هست یا نه؟ امروز بین در خاندان ما و شما فرزند حلال نداریم، فرزند با تربیه نداریم، زنی خوش معامله نداریم، خانه های با ترتیب نداریم. برای چی است؟ برای که نظام اسلام، برای که سیاست اسلام، برای که گفته های رسول اکرم در خاندان ما و شما شعار نشده است. تمام کردار ما و شما خلاف پیغمبر خداست. نه یگان معرکه طبق دستور رسول اکرم داریم، نه یک گفتار موافق گفته پیغمبر خدا داریم. فقط صورت داریم، فقط سیرت، فقط یک زینت داریم، خلاص. مشو ملا و صوفی شیخ کنعان، مشو ملا و صوفی شیخ کنعان، مسلمان شو مسلمان شو مسلمان. وقتی که پیغمبر خدا را که آزارهای زیاد شد از طرف مشرکان عرب، خداوند با پیغمبرش در قرآن مکرم و معظم امر کرد ای محمد صلی الله علیه و سلم، آن کسانی که با تو می جنگند، آن کسانی که تو را آزار می دهند، امت تو را نابود می سازند، تو هم با آنها بجنگ و تو هم با آنها چکار کن؟ با دست خود شمشیر و در دست خود سلاح را استفاده کن. جاهد الکفار واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. خداوند میگوید ای محمد با اینها جاهد الکفار، با اینها جهاد بکن. واغلظ علیهم، با اینها با درشتانه سخن بگو. و مأواهم جهنم، این کافران، این یهودی ها یقینا جای اینها دوزخ است. و بئس المصیر، چه بد جای است.
رسول اکرم چگونه ای که با شما صحبت کردیم خیلی در این جنگ مانده شدند، شکست خوردند، خیلی صحابه های پیغمبر خدا از دست رفت. از آن جمله 70 صحابه پیغمبر در این جنگ احد به شهادت رسید. البته یک چیز ناگفته نماند، بازگشته میگوییم که اسلام ما و شما دین جنگجو نیست، اسلام ما و شما دین جنگخواه نیست، بلکه رسول اکرم در روزهای مهمترین و وزنینترینی که به سرش آمد اونها را چی گفت؟ اللهم اهد قومنا فانهم لا یعلمون. خدایا این قومی که ما را اینقدر مشقت دادند، اینقدر صحابه ها از آن جمله عمه که ما حضرت امیر حمزه را نابود کردند، خدایا اینها را هدایت کن زیرا که اینها چیزی نمیدانند. اسیرها را وقتی که رسول اکرم آوردن نزد رسول الله گفتند یا رسول الله امر کن این اسیرها را از بین ما نابود بسازیم، اسیرها ما مشرک بودند. رسول اکرم چی گفتند؟ الصلح خیرم، اینها را بکشایین، صلح بهتر است. الحمدلله که موی سفیدان، مادران، زنان جوان، جوان پسرها همه در پهلوی پیغمبر خدا در این روز مدهش ایستادگی کردند، پیغمبر خدا را حمایت کردند. حتی یکی از اینها که موی سفید بود، این حضرت عبدالله ابن جحش میگویند. حضرت عبدالله ابن جحش در این جنگ شرکت کردند و حضرت چندین بستگان نزدیکش، چندین آدمهای نزدیکش در این جنگ به شهادت رسیدند. و حضرت تمنا شبین چی تمنا میکرد؟ چی میگفت؟ پیش از آن که حضرت عبدالله به جنگ میرفت میگفت پروردگارا من دوست میدارم که فردا در این جنگ احد مرا با یکی از پهلوانها و یکی از قوی ترین مشرکان همین عرب روپرو بسازی و مرا پروردگار از دست این مشرک به شهادت برسانی. بعد که مرا به شهادت میرساند پروردگارا گوش و بینی مرا به دست این بریده بسازی و من روز قیامت راست شوم، در صورتی که بر من بینی نباشد، گوش نباشد، تو به سوی من بگویی ای عبدالله گوش و بینی تو کجاست؟ من بگویم خدایا اینها را من در راه تو از دست دادم، تو بگویی که حق گفتی عبدالله وارد جنت شد، این من دوست می‌دارم. این تمنای عبدالله ابن جحش برای حمایه قرآن، برای حمایه رسول اکرم، تمنا و دعاش همین بود. یکی از آن جوانانی که به شما حکایت کردیم حنظله بود و دیگرش سعد هست، جوان بودند، از خاندان بنی سلیم بودند. میگه قدش بسیار کوتاه بود و رنگش سیاه بود و شکلش بسیار شکلی ناخوب بود، صورتی خوب نداشت، یعنی بی‌زیب بود بگیم با یک لفظ عادی امروزه ما و شما. نزد رسول اکرم آمد گویا رسول الله آیا همین سیاه پوستی من، آیا همین بدرویی من، آیا همین قد کوتاه من سبب می شود که من جنت داخل نشوم؟ رسول الله گفتند نه. گفتند ای سعد، گفتند در اسلام ما ملت، در اسلام ما صورت، در اسلام ما شکل هیچ اهمیت ندارد. اگر دلی تو سرشار ایمان باشد و تو از شرک خالی باشی البته وارد جنت میشوی. سعد چی گفتند؟ ای پیغمبر خدا، مادامی که صورت و قد و پس اینا در اسلام هیچ اهمیت نداشته باشند، چرا که امت اسلام بر من کسی دختر نمیدهد؟ هر خانه‌ای که داخل میشوم از شکل بیزیب من اونها چیکار میکنن؟ نفرت میکنن، دختری خودشون در نکاح من نمیدارند. رسول اکرم گفتند ای سعد از جای خود خیز، خانه عمر ابن وهب میروی، دختری دارد، میگویی که من دختری تو را در نکاح همین سعد در آوردم و اون دختر را به خانه خود بیار.
وقتی میگه سعد خانه عمرو ابن وهب رفت، در را تق تق کرد. عمرو ابن وهب از خانه بیرون شد. سعد را دید. سعد گفت ای عمرو، گفت پیغمبر خدا مرا خانه تو روان کرد با امیدی که دختری تو را در نکاح من درآورد. عمرو چی گفت؟ عمرو گفت ای سعد، گفت من نمیخواهم که دختری من در نکاح تو باشد. من نمیخواهم، زیرا دختری من زیبا است، زیرا دختری من باکره است، شوهر نکرده است. من نمیخواهم که در نکاح تو باشد. حضرت سعد پشیمان شدند، پس گشتند. یگانه جایی که اونها راضی دل میکردن مسجد بود، خواست با مسجد بیاید. امروز بسیاری پدرها مثل همین عمرو ابن وهب هست. امروز ما و شما جدا میکنیم در کجا یک بچه پولدار است، در کجا یک بچه‌ای که صورت خوب دارد، یا در کجا یک دختری که دختری فلان با دولت است. امروز ما و شما جدا میکنیم، لکن خطا میکنیم. لکن ما و شما خطا میکنیم. به دولت مناز، به مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. همین از رسم سرای درشت، گه پشتی زین و گه زین به پشت. این دولت داری و این زیب و صورت همه این موقتی است، اینا ابدی نیستند. رسول اکرم چی میگوید؟ این امرأة